خجسته میرزا ولی نوبت مهمونی آسیا پلاس هستم. بانو خجسته خوش آمده. سلام علیکم، تشکر زیاد. سلامت باشد، از دیدارتون باز هم بسیار شاد هستیم. منم همچنین. تبسم هایتان ابدی باشد. سپاس. یاها. خب از این مصاحبه تا این مصاحبه یگان غمگینی در حیاتتان نبود؟ خدا را شکر نه. همه خوش رو؟ بله. زیبا. با شما عشق اظهار کردند؟ میکنند کو؟ نه جدی اظهار کردگی هستند؟ بله. چرا نگفتید؟ که گفتم نه؟ بله. با سر کردیم. من اولا تو این نشد من گفتم من این نوبت به خجسته رو کلین چکی نام گفتم معرفی میکنم. نمیدونم من امین تمام فکر و هوش و خیالم در ایجادیاتم هست. نمیدونم خیلی آزادیم رو دوست میدارم. هنرمند باید آزاد باشد. نفری هم که پیدا شد باید مانع هنر و ذوق و صنعت هنرمند نشود. به فکر من این فکر شخصی من است. نمیدونم. یا بعضا از جدی پسیخولوژی گیریم مثال شما رو بعد که در اویله شما یک مثال جداشوی پدر مادر یا چندین حادثه هایی که در حیات میشود شاید تاثیر هستن؟ نمیدونم. نه چرا هیچ تاثیر. ما روزای خوشم داشتیم در اویله. وقتی که پدر مادر من جدا شدن من الکی 15-16 سال داشتم. عقل رسا داشتم. میفهمیدم. برای من فکر نکنم که به حالت پسیخیکی من تاثیر کرده باشد. خودم نمیدونم. نه اکنون یک تا دیگر چیز هسته مثل شما دختری دانا، شما دختری بسیار با فرهنگ و خودشناس. از خودم به داناتر یافتن در کار. انا چه باید باشد همین بچه؟ خیلی نمیدونم. نه چه تصور میکنید همین دخترها چه آرزو میکنید تو؟ آرزو؟ من چه آرزو میکنم همین بچه چه باشد؟ نه میدونین وقتی که یک نفر برای تو پسند میآید اون وای ندارد که تو کدام خصلتی رو ببینی. من نمیدونم. شاید جدی بودن. احترام، اساس احترام است. هر یک شخصیت باید احترام خود رو داشته باشد نسبت یک کسی دیگر. من نمیدونم چی بگم به شما. من مثال من شما رو احترام میکنم، شما ما رو نمیگیرید کو؟ من احترام میکنم. من احترام میکنم شما رو. دوست میدارم. صنعتتون رو دوست میدارم. به صنعتتون مانع نیستم. مثل شما ما رو نمیگیرید کو؟ من میدونم. من بسیار وقت میگن که خفه نشوید. من اصلا مایل به مردهای هنرمند من ندارم. شو بیزنس نباشد؟ نه. میلیسا باشه؟ 24 ساعت گم شده میرم. نه میلیسم. نه چرا بسیار کسبای دیگر است. خیلی مسئولیت میکنیم. یعنی که این خیلی نشده خواستگار آمد تو ما چی کاره؟ از ساحه کار فعالیت خودم نباشد شد. برای که من در همین ساحه میدونم. من میدونم که من رو میفهمند درک میکنن ولی من خودم که در همین ساحه میگردم میدونم نه خودم نیست. نمیدونم. هیچ وقت یگان حالتی نشده است که یگان آدمی هنرمند یا که نمیدونم. من زیاد هنرمندانی که با دیگر اویله دار شدن میدونید که شما مثلا بعضیشون در امریکا هم زندگی میکنن، بعضیشون مثلا در خود تاجیکستان هم زندگی میکنن. بی حسابی به من بگید. نه من واسه شما به شفر میدیم بعد برنامه رو انجام میرسونم. مهم میدونید زندگی خیلی کوتاه هست. مهم انسانی خوب باشد. نمیدونم. شاید من اولو پیدا نکردم همین خیلی آدم رو شخص رو. نمیدونم. من شما گفته استودید که صاحب دیگر کسب و کار باشن. من دیپلمات. من اینجا اومده گفته ایستادم لیکن خودم دیپلمات. نمیدونم. خیلی دکتر علم‌های سیاسی من. نمیگید باید بقدر باشه. دیگر سوال. شکر میکنم البته. نه چون که من بسیار میخوام که شما ارزنده خوشبخت شدن هایید. با این اندیشه، با این افکار، با این مهارت و صنعت و استعدادی که دارید یک تا همین ماندگی تمام
میکنیم اینا. برای این باوری دارم که سری مسئله جدی کاربری میکنید. خدا خواهد میشود وقت ساعتش این کردیم. طور میشه بخیر. یعنی که باز استعدادهای دیگر هست شما به دنیا بیاید خیر. انشالله میبید اگر در نصیبمون باشد خداوند راضی باشد چرا نه میشود همش. از مادری چی میگن؟ از مادری خوب بازم فرزندان بهترین میگن. برای همین تگی سه باز سه یک سه دیگر بسال باز استعدادهای زیاد میشود در حیات در زندگی. خب از در همین حیات بیشتر از چی هراس دارید؟ میترسید؟ ترسیده میگردید؟ نه هست نمیدونم از چی میترسم. من شما رو میدونم که دختر که ناترس هستید. از خداوند میترسم دیگر از چی میترسم؟ من پشت پناهم پروردگار است. او رو دارم دیگر چی دارم؟ یگان پرابلمی دیگر نیست. تنها اعتقاد به پروردگار. بسیار وقت که یگان پرابلمم یا یگان کارم شود همه وقت همراه یک با یک با همراه پروردگارم حرف میزنم و مدت یک چند روز دیده که حالت خودم خوب میشود. همه وقت با خدا گپ زدن در کار. نمیخوام. فقط از پروردگار میترسم دیگرش همش در دست خدا. خیلی با چی هستم؟ خیانت است. خیانت این نمیترسم از خیانت ولی نفرت دارم نسبت خیانت، پردایتلستو، نسبت تهمت، خیلی کچستوهای بد انسانی. کوشش میکنم که دور گردم. من خودم اینتروورت آدم، خیلی آدمی هستم که زیاد در بین مردم نمیگردم. یک چی میگم، یک کلی دوستای کم دارم، با همراه همونا میشینم، از همونا غذای معنوی هم رو میگیرم و کوشش میکنم زیادتر خونه ده باشم یا اینکه در تنهایی باشم با فکر و عقیده خودم. یعنی که اکثریت ستاره همین گونه هم هستن، یعنی خودشون رو از مردم دور میگیرن. این دور بودن شما از روی خصلت شما یا که از حساب ستاره بودن شما؟ نه ستاره چی هستم؟ من آدم عادی هستم. تنها کسبم همی است. دوست میدونم صنعت رو، کار و فعالیت دارم اینجا دارم. من خود رو ستاره نمیشم. من یک ستاره کیست به فکرتون؟ ستاره در آسمان است. وقتی که ستاره میگم پیش نظرتون کی میاد؟ ستاره در آسمان، ستاره آسمان. نه وقتی که ستاره استرادا یا ستاره صنعت میگم پیش نظرتون کدوم سراینده میاد که واقعا همون ستاره؟ نمیدونم به فکرم. بسیار اکثر دلیر نظر. کی ستاره شدگی؟ دلیر نظر؟ در نظر من خیلی هستن ستاره زیادن که نه کنون از نظری دید و نظری خودی دلیل نظر. من نمیدونم دولت من خول شد روان. خیلی خانمو زیادن با اون بعد ما درباره پدرتون از شما نپرسیدیم. پدری که اینقدر هنرمند، پدری که اینقدر ادبیات دوستور و اینقدر سخن پرورده. من وقتی که پدرتون رو دیدم فکر کردم که خجسته رو دیدم چقدر شما با پدرتون مونان هستید. درباره پدر و اون لحظه هایی که با پدر بودید کمی یاد میکردید؟ پدر من کسبشان استای کاستیوم بروک خیاط هستند. از دوره خردی سهم بسیار هم زیاد در پیوسته دانش آموختن من پدرم سهم گذاشته است. خب باز چی بگم؟ خیلی سختگیر بودم. خیلی سختگیر بودن، خیلی و خیلی جدی. از مصاحبه‌تون معلوم است که مخصوصاً حاضر مادر شما با پدر شما یک جای زندگی نمیکنن. من خود شما پدر رو خبر گرفته میستید؟ بله. دائما هستید؟ در علاقه؟ بله بله. خب یک خواهر دیگری شما رو دیدم در اینستاگرام به حد به شما مانند. اپا هم هست. ممتاز. بله ممتاز. نام‌های شما رو مخصوصاً پدرتون انتخاب کرده بودند. بله. قدر نام‌های زیبا. تشکر. عجایب. و خاصتاً اکتیور هم بودند پدر شما؟ بله یک شغل در فیلم ها بازی کردن هم دارند. در موس فیلم هم کار و فعالیت کردند. من بعداً گفتم واه
وقتی که فهمیدم که اون کس پدری خجسته میرزا ولی چقدر فخر کردم با اون کس صحبت، چقدر خوشایند است. بعداً از ادبیات دوستوری، از شعر دوستوری، از گفتارشون فهمیدم که وقت کب درکده خجسته اینقدر سرودهای زیبا پر از معنی پر از فلسفه رو انتخاب میکند. انا گپ در کجا گفتم. بعدا سرعت‌های خردسالی شما رو دیدم از اینستاگرام، از هر جا که دیدم. دائما با روی مال هستید. میپوشیدم. من در وقتش سبق هم میگرفتم، از علم دین هم برخوردار بودم، هم از دنیای موسیقی، از همش کم کم برای خود آموختم و حاضر خب در خردی کم بازی میکردیم، زیاد درس میآموختیم. اون وقتا خیلی غضبم می اومد که چرا مرا اجازه نمیدین که من بازی کنم یا اینکه بیرون برایم وقتم رو گذرانم. انا حاضر میفهمم که این چیزا همش برای فایده خودم بوده است. جدا شدن پدر مادر از همدیگرشون برای شما فرزندان چه خیلی احساسات رو در وجودشون پیدا کرد؟ خیلی جدا شدن والدین برای همه فرزندان یک ترومای کلان است، ولی این کار بین هر دوی اون نفر گذشت. هر دویشان بین خود حل کردند. ما فرزندان اشتراک نکردیم در این بحث و مناظره اونا. چون که من از خانرانی پدری شما پای بردم که چقدر با شما افتخار میکنن و کرالوی من چقدر با شما افتخار میکنم. باور کنید تلفنشون پر عکس های شما، نوارهای شما، از همون خردیتان شما چیکار کردگید، در کجا برآمد کردگید، در کدام شبکه، در کدام چهاربینی دعوتی، هر یک تویش هست، هر یک تویش. من گفتم خودت رو سخت است می‌دارید. گفتم به حد فخر میکنند. هر پدر فرزندی خود رو دوست می‌دارد، هر فرزند والدین خود رو دوست می‌دارد. و واقعا هم در همه حالت من گفتم خجسته اصلا خوشبخت‌ترین نفر است که چنین پدر چنین مادری با سواد دارد. عموما یعنی که برای یک فرزند به کمال رسیدنش و تربیت یافتنش محیط باید که سازگار باشد. از خردی ته‌کرسی باید باشد، فوندامنت ته‌کرسی باید باشد و بعداً اوجه عقل خود رو باید کارفرمایی بود، از روند زندگی درس بگیری و بیاموزی. خیلی خطا میکنی، باز میخیزی، میغلطی، میخیزی، ولی که زندگی از زندگی مبارزه است. یاد گرفتن در کار، زندگی کردن در کار، بسیار خوندن در کار. اینم خیلی سلامت باشید. با چند همصنف شما صحبت کردم، مخصوصا گفتن بسیار دختری شوخ بوده. همصنفای کجایم؟ برای که من در یک مکتب خواندگی نیستم. من عذرمند میگم، من در مکتب 10 باغستان شهر نو خواندم 4 سال. بعدا در مکتب موسیقی زیادالله شهیدی 4 سال خواندم. در حصار قریب نیم سال خواندم در گیمنازیه 1 و باز در ترسونزاده در مکتب 96 خواندم. 4 مکتب. برای همین همصنف زیاد دارم. زیادالله شهیدی. زیادالله شهیدی. خب گفتم بسیار دخترکی شوخ، گابدان، گاب کتی همه یکون اول میزه. خیلی جوان بودیم. یکان همصنفتون رو زدگی هستید شما؟ نه، من تا حال یکان کس رو نزدم. من دختر جنجالی نیستم. من با سخن میتوانم، طریق دیپلماتیکی، شخ ایمت. دانا. خب درباره مناسبت های دو دولت، خاصتا با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، مخصوصا یک دوگانه خیلی زیبا همراه یک نفر اویس آتشین. خب ما تا حال انتظار همون نفر هستیم که بیاید ما اون کلیپش رو ثبت کنیم. خود ترانه تیار است. اون نفر کمی مریض است، همین باید بیاید. ما هم اوی قریب 1 سال شد که این ترانه تیار است و ما هیچ نکی همون رو ثبت کنیم. خب شما چه خیلی دیگرتون رو یافتید؟ او ما رو پیدا کرد از طریق یک ژورنالیست دیگر برآمدند به من، در پیجم نوشتند و ترانه رو روان کردند و گفتند گوش کنید، اگر شما مقصد رد نکنید میتوانیم ثبت کنیم. من گوش کردم، معنی و مضمون شعر بسیار بلند بود،
برام پسند اومد. بعد فکر کردم که بسیار خوب می شود، برای اینکه دوستی هم بین این دو دولتی هم دین و هم فرهنگ یک شد. گفتم یک ترانه هم اگر که براریم بسیار خوب می شود. این ترانه رو من باوری دارم که در حال حاضر باز هم زیادتر گوش کرد، چون که حاضر تشویش یا من یک پروبلمی که به سری اون مردم آمده است خیلی رقت آور است، خیلی اندوهگین می شود آدم. و شما برای نفران، شما برای صنعتکاران ببینید که برای همین خلق همچون دارو، همین سراییدن ها همچون دارو. باور کنید من دیروز همین در سایت های اجتماعی همین خیلی خبرها پخش شد و همون سرود رو گوش کردم. باور کنید گوش کردید؟ همون سرود رو گوش کردم، گریه هم اومد. من نمیدونم وقتی ثبت شما به فکرم الهیدگی خوندگی هستیدم و در همونجا ثبت کردگی است، شما در اینجا ثبت کردگی است؟ بله اونجا مادریجا بعد وای کردند. اینقدر سروده که شما همش رو گوش کردید؟ بله. بوی جوی مولیان آید همین، نام ایران نام تاجیک بر زبان آید همین. بسیار بسیار مؤثر. زیبا در اونجا بودید شما؟ نه نرفتم. نرفت. لیکن پلان دارم، انشالله حتما میروم. میخوام مادرم رو گیرم و روم. بهترین. بعد که خاکی بزرگان رو اونجا چقدر بزرگانی بسیار جای تاریخی است. حتما مادرم نیز دوست می‌دارد، میخوام ببرم اون کس رو، خودم هم ببینم، از این زیبایی رو دیدن کنم. بهترین. سلامت باشد. تشکر زیاد. ما دعاگوی هستیم که در این ملت اینجا آرامی باشد و البته ما هم فرهنگ، هم دل، هم زبان و همیشگی دائما طرفداری همدیگر هستیم، طرفدار صلح هستیم. مهم است همه. شب سیاه موی من سفید شد برای تو، با هر شب ادا شدم چو مه در نوای تو، چکیده دانه دانه اشکهای من به پای تو. ببین بها چی داده ام به عشق بی بهای تو. مرا نبا تو گیله و مرا نبا تو هیچ خشم، که من محبت تو را چشیده ام به آب چشم. قسم به هر دو دیدم که غیر تو ندیدم. خالمی کیست؟ یادت کنه؟ بازار صابیر. بازار صابیری بزرگوار. ببینه دوست می‌دارم. برای شما برای این دختر افتشتگی کشتگی ده بازار صابیر. منم بازار صابیر رو همون شعر زبان مادریش رو هم در خوردی از بر کرده بودم و تا حال از یادم نرفته. بسیار برام پسند است. یاد شما هست همون شعر؟ بسیار شعری که در حقیقت خودشناسی، خودآگاهی، محبت به وطن، صدق، وفاداری، شاعری به بیداری ملی مخصوصا. چقدر من توسط همون شعر فهمیدم که چقدر میراث بزرگی ما رو دیگران بردند. در کیم گجاها اجنبی ها از دست گرزی رستم و سهراب. آره در حقیقت بازم ششتشت من مثل شما بسیار وطن دوست هستید، از وطن سرود میخونید، همه خیلی چیزها رو بحث میکنید، مخصوصا درباره اون چیزی که ما دادیم از دست. میکنم بس در جایش باشد میکنم و خیلی چی سود از اون چیزی که رفت، ولی در تاریخ ماند کو. تاریخ همه چیز رو بازگو نموده است مانند آینه پیش روی ما و تاریخ در برابری اینقدر بزرگیش که ما چندین بزرگانمان رو از دست دادیم، مثل در دیگر جاها خوک شده ما آوردن نتوانستیم، لیکن باز بزرگانی دیگر رو برای ما آفریده ایستاده است و من باوری دارم که یکی از این بزرگان شما یکی از بزرگان شما یک نفر گفت که من به خوجسته بسیار حساد میبرم. گفته آبا چه؟ گفتم چی بگویم؟ میگه که الکای وای برای خودش تاریخ ساخت، الکای وای برای خودش جوش ساخت. گفتم برای چی حساد برده ایستاده که میگه که مرا در لوچوب نمیگورونن، مثل مرام که خوجسته برده لوچوب میگه. کشکی قدی من هم چه قدری من بلند است، قدی تو پس باشد عیبی من چی؟ من تاولی باید 100 سال عمر ببینه تو همون لازم فکر کرده ایستاده دیگه. ای کاش که من در بری اون بزرگا خواب روم اگر در نصیب باشد.
ایرا گفته دو شعر استاد گلرخسار دایدم زد قدی من همچو قدری من بلند است قدی تو پست باشد عیبی من چی؟ به سلامت باشد سلامت باشد. خب اینجا یک جوانی خوشقامت بسیار عاشق شما هستن. خب سرود گوش کرده ایستادید؟ سرود گوش کرده ایستم. سرودی؟ خب سرود گوش کرده ایستاد. سرود کی رو؟ جانی من خطا نکنم. از کجاست رو؟ بچه سرود یعنی چی؟ خیلی نگفتنی بودم راست کشی سرود همش یک نیروی چی خیلی گم به اندازه میبخشد. یعنی که وقتی که آدم رو افتاده است وقتی که ایجاد کردن در کار اون وقت سرود چی میکند؟ دل رو میبردارد بعد چی میکند؟ یک الهامی تازه میبخشد مانند آب و خاک. آب نباشد لای نیست. شما اویله دارید؟ نه اویله دار نه. در نزد خجسته نشستگی دیگه احساساتو نیست؟ احساساتو بسیارو. من افسوس که احساساتو رو در روی ورق تنها نشان داده میتونم اونقدر گبدان نیستم. مثال با خجسته شما یکان سوال دارید؟ یک سوالی скромный вопрос. خب слушаю вас. تصور کنید یک بچه در حیاتتون پیدا شد. بچه هنرمند همه لایقت دارد. او برای یک لبخند شما روی جهان گلش میکند پیش خانه‌تون آورده میشوند пересадка волос неву пересадка миллион роз. همه کارو میکند برای یک خنده. نه که کم بغل است. میگرفتید این خیلی بچه رو؟ خیلی اگر که دوستش دارم چرا نه؟ زندگیمش پول مول نیست. خیلی من خودم باشم خودم پول دارم باشم. نه خیلی من هیچ وقت نگاه نمیکنم مبلغ داشتن آدم رو نداشتنش رو. خیلی نمیگویم که پول چیزی نو در کار است چیزی است که لازم است. خیلی یعنی هم بچه تامین کرده نمیتواند. همین خودش تامین کرده میتونه. رنگ یک خونه که همه جور سوزایی اخلان یک نون بیارد خونه با گنج خورون نیارد که. خب بعضا بودگانه ها میشنید در همین بابت گپ نمیزنید تو؟ ما بودگانه ها در همه بابت حرف میزنیم. خیلی بدود کرده. در بچه ها کدام خصلت رو بد میبینید؟ بسیار پرگپی رو بسیار حرف میزنند و اجرا نمیکنند. گپشون با عملشون راست نمیآید. برای که من خودم وقتی که یک گپ میگویم میکنم امر. وقتی که آدمی که میگوید و نمیکند اصلا بو برای مرد اصلا نمیزیبد. خصلت‌های بدی مردانه زیاد است. اصلا خصلت‌های بدی انسانی زیاد است. خیلی نمیدونم. مثال کدوم خصلتتون با خودی شما پسند نیست؟ نکه همین عادت رو دارید. آدم در خودش رو میدوند که؟ نمیدونم. کوشش میکنید که ترک کنید لیکن نشده ایستاده است. تیزم بسیار. آلاب؟ نمی میتونم در یک لحظه همین یعنی که بسیار ایموشنال میتونم در یک لحظه بگیریم. من خودم همین سرتاپا احساساتی ام. خیلی هنرمند آدم چقدر است. میتونم در یک لحظه آتش شوم، میتونم در یک لحظه باز یک آروم شوم. یکی اگر خفه شوم تیز دلم وای میشود. میبخشم تیز. در دل نمیگیرم. بعد بسیار ایموشنال نه. مثلا یک چیزی که مثلا یگان نوار رو نگاه میکنم که کمی برایم احساساتی باشد در حال میگیرم. خودم رو قفیده نمیکنم. گریان چه کم است طولش مو با فکر کردم که نه من انسانم. ربات نه انسانم. چرا نه؟ پس در شما دل هست. دل دارم.
دل من خیلی کلان است. این دریچه دل چه خیابه؟ کلیتش در دستی کی باشد؟ در دست خودم. در دست خودم. عجیب. عجیب. مثل دختر خوش رو باشد و اینقدر مثل همه چی باشد و همه چی باشد و هیچ کس به راضی کردن نتوند. این پیشتر فقط در افسانه ها بود. مثل ملیکا رو راضی نمیکردن، مثل شرط میگذاشتن خیلی از دریا پر و از آلاف گذار، مثل همین خیلی فقط در افسانه ها بود. یک من از دریا پر نرفتم هیچ کس سوا. نمیدونم چی بگم. یافت نشد یا که یافت شد و معقول نشد. چی میگه نشد بعد عدکس شد. چی مرا کفته استه؟ کوبه. اولین صحنه برآمدنتان رو دریا دارید؟ من همین رو نپرسیدم لیکن اون نوبتم از شما. همین خیلی مصاحبه ها رو دیدم یگان تاش من نگفته بودید. اولین بار خیلی چهاربینی دولتی گویم کدامش رو برآمدگی هستید؟ مخصوص تیاری کتی میشود که اونجا پرزیدنت سال 2012 23 فوریه اون وقت رژیسور کنسرت در کاخ بورباد شادروان عبیدالله رجب بودن. همون کس انتخاب کرده بودند و من یکمین بار پیش رهبر دولت همونجا برآمد کردم. اپرا خونده بوده؟ بله، اسپانسکوی بالرو یادم است. هیجان چه بود؟ نوار از دستم نخیلی میکروفون باز زنده خونده بودم در کاخ بورباد دستم خیلی لذیذ. هیجان است. خیلی دختر 19 ساله بودم. نه کار سر میکنید اون کو سراینده ها دیگر سراینده هایی که از شما بر وقت کار سر کردگن چه نسبت میکنه همون وقت با کی میشوند سراول قبول نمیکنند شاید پرهیز میکنند یا اینکه نمیدونم نه همش گاه خیلیش هست که برای قبول نمیکنند یا اینکه باوری به استعدادی تو ندارند. بعداً کمی که وقتی که خود رو نشان میتی و خود رو میگیری به قولی که میگن گرگ میشوی میگی باران دیدم بعد بله بعد واه خوجست برای همین من کدام هنرمنده که نه میبراید دخترک و جوانو کوشش میکنم اون وقت روشون صحبت کنم یا اینکه شما حتی من رو دستگیری کرده بودید وقتی که من کمتر یک ژانری اکادمی سرود خونده بودم کمتر حتی شما من رو دستگیری کرده بودید در اینستاگرام تعریف کرد در کنسرواتوری بله بسیار عجیب شده بود. از سرایندگان کی دوگانه نزدیکترین شما است که درد دل میکنید؟ نزدیکترین؟ نه دوستات بسیار دارم. نه دوست بسیار نزدیکترینش کدام است؟ نه برای سراینده دوست مهم است. یک کینو بود سراینده در آخر خلاصه میکند که برای سراینده دوست نه فقط باید مخلص باشد چون که یک دوگانه نزدیکترینی که همراهش بود به او زهر میدهد با سپارش یک نفر دیگر به خاطر مبلغی کلان. من از دوستی خیلی زیاد خیانت دیدم اصلا از طرف زنها. برای همین گفتم که برای من زیاد دوست ندارم. یک چند دوستی که هم دارم از ساحه کار و فعالیت خودم نیستن. هم دوست نیستن مثل اپان برای من یا مثل برادرند. این خیلی دوستی من دیگر با دوستی باوری هم ندارم. احترام میکنم همه رو. با همه یک نفر یک خیلی هستم. ولی خیلی بگوی دوگانه درد دل سیر دل خیلی گپا. درد دل خودش نیست. درد دل با مادرت میکنی با فرزند پدرت میکنی. مادرتان شما رو خوب میفهمن یا از بسیار چیز شما رو من میکنن؟ نه من از چی میکنن؟ از یگان کاری بد باشد رای بد باشد من میکنن ولی که وقتی که یگان کاری است که مادر من همراه من دوگانه هستن. من چی کاری که هست همراه مادرم صحبت میکنم حرف میزنم مرا درک میکند. یگانه یاور مهربان مادر است دستور خانتی منم مادرم. حاضر پیش از همه من دیگر باره به شما گفته نمیتوانم که از همه نقشه کلانی من اویله دار شدن گوید. نقشه کلانی شما چی شده میتواند در حال حاضر؟ یک مقصدی بزرگ در نظرتان گذاشته گید؟ مقصدم یک عملی شده ایستادند. مقصدی من همین اصلا همین هنرم ترک نکنم و تا آخر تا همون حالتی که من نفس در بدنم است جان در بدنم است
کار کنم فعالیت کنم، برای که من میدونم که من به صنعت من میمرم، من نمیتونم. شما ماهی و صنعت آب خودم دیدن نمیتونم. برای بسیار وقت میگن که حالاتای میشون که میگن مقصد اویلادور میشوی، بسیار مردای ما بسیار مردای بناموسند که بسیار وقت نمیخواند که اویلاشون در روی استیج باشد و صحنه. برای همین من گفتم که من آزادیم رو خیلی دوست میدارم. هنرمند این را باید درست بفهمی، هنرمند مال مردم است. هنرمند باید آزاد باشد که ایجاد کند. اگر هنرمند در قفس جا کنی و یا اینکه براش کنترلش کنی، این چیزا هنرمند پژمرده می شود. و نمیخوایم که خجسته ما رو کسی آزار بدهد. و اینجا یکی از شنونده های ما نوشتن: السلام علیکم، به خجسته عزیز برای موفقیت ها میخواهیم، هیچگاه خسته نباشند. خب از اپرا، از یگان اپرا یگان قسم میخوانم بسیار خرسند میشدیم و در ستوریسشون میبینم با گربچه ها هم هستن. گربه دوست دارید؟ در خانه گربچه داره؟ یک گربه دارم، تیدیه. تیدی نومش؟ تیدی. تیدی بازی حولی بردگیانشه، 1-2 ماه شد نیستم روم. برای که خودم در رای سفر هستم، برای که خانه در تنها نباشد حولی بردند. تیدی پیشکچه یاد کرده تیدی را؟ پرودای تایسکی وای همراه خودم خوب میرم. کنده نمیگیره؟ نه بسیار گربه میربونه. آبازی میترونه؟ چرا نه؟ بسیار نه، همی در 2 ماه یک بار، در 2 ماه یک بار. گربه خودش جانوری تازه، برای بسیار گربه را شستن. ما علاقه اینم فالوورای من میدونن که یه وقت سوزان هم خورده بود، با رشته بازی کرده، من اهمیت ندادم، جراحی کردم. استوریسوی مرا هم آدمایی که هم مایلش بود که مراد بود دیگه گربه نگویم. من وقتی که گربه را گرفتم، من چطور میگن اتویتستوینیم که مقصد بکلا گرفتگیم همون جانوره، من جواب باید بگم. فقط در پیش پروردگار من چی جواب میگم؟ دیدم و دانستم موندم که گربم بوم نیت. انا عشقی خجسته در کجا از دوستانی عزیزی دلی دیدم. دیدید من گفته یافتم. اخیر یافتم. در یک نبار مخصوصا شما حولی رو میخوای باید جا کابل کن مرمت قدر رفتیست. خودش حولی رفته میتونه یا نه؟ یا اونجا یکان میتونم. الان از جوراب گرفتیست؟ حسا رفتم خانه بابام، بعد همون حولی رفته ایستاده بودن، حواسم کردم تین برام پشت نداشتم، باید چند فالوورام نوشتن که کلوچ بود. برام کمتر رفتم، میونم درک کرد بافتم من اختان رو بید. من گاه خیلی حواس میکنم، بعد میرم خانه خالم یا بابام یکان کارای حولی میکنم، یاد میکنم. خود در کودکی حولی داشتیم، همه کارا رو میکنم. من پوبیلم میکردم، چی میگن تپکم میکردیم، با چی بود؟ همه کارو، مرغ داشتیم، خرگوش داشتیم، نگاه میکردیم، میرفتیم، همه کارو میکردیم. خب عادتا دخترکو اگر که کسی در مکتب یا در کوچه جنگ کنندگر میگن که به آکام گفته میدهم، شما چی میگفتید در همین وقت؟ به کی گفته میدهم میگفتید؟ من اون آدمی نیستم که زیاد کانفلیکت کنم. وقتی که یکان کانفلیکت هم کردم، در کودکیم نمیکردم. اگر حوضی کنم خودم جواب میگم، لیکن من کانفلیکت نمیکنم. من گفتم که من با طرز دیپلماتیکی میفهمونم. خب چی در کار بهوده عصبی خود رو ویران کردن؟ این چیز لازم است. در من کانفلیکت بسیار است. این وقت شما رو دعوت میکنم. عزیز تغام دا زنگ میزنم. السلام علیکم، خوش هستن؟ پیشی فلان جو بیدن شد میشود. چرا نه؟ من نام تا از ماشی فرویده که اینکه که میگریزم. زندگیتون آباد باشد. بسیار باور کنید قدر صحبت پشت باشین. اگه برای خجسته شینی و سرود گوش نکنی مانند اون که حمام به در اومدی آبازی نکرده برآمدگی برنده. یارم اجازت ده بمیرم برای تو، آری نفس برای تو گیرم برای تو. منصوب به هیچ کس نبود آرزوی من، یک عالمی گل از زمیرم برای تو. شاید اجازه است
بمیرم برای تو آره نفس برای تو گیرم برای تو وای کی باشد؟ وای کی باشد مدام سلامت باشید صدایتون نمیدونم از اصل شیرین‌تر چی باشد نمیدونم دیگه خیلی سلامت باشید. خب اینجور شنوندگانی ما خجسته دلی یگان مرد رو رنجاندگی هست یا یگان کس دلی او رو رنجانده است گفتم مرد رو گم نکردیدم به فکرم شما یک جا نه چما کسی به سخت رسید چی من رنجاندگی هستم شرط گفتید همون خصلتا همون الله رنجاندگی هستم دلی بسیاری ها رو رنجاندگی هم میدونم پشیمون هم هستم دلی من رو هم رنجاندن زندگی است نرنجنزی من رنجیده ای فولیس بده شد دیگر گفته بسنیم. خب شنونده زمان شریف جان گاز زینده بشه زینده عجیب. خب شریف جان نوشتن مهربان خجسته رو کشش نکن که به شفردهی خجسته از اونی من است نوشتن ما قبلا صحبت کردیم SMS آماده بود است اکنون توجه کرده استادیم سلامت باشید. خب منم دلشون نیابید من چیزی نمیگم. خب دیگه شما از ما قهرمان السلام علیکم من سالدات هستم اسکر در خدمت حربی ترانه های خجسته رو وقتی که گوش میکنیم در حقیقت محبت وطن دوستیمون خیلی زیاد میشود. احسن آفرین به چنین هنرمنده که در حقیقت وظیفه خودش و رسالت خودش رو میشناسد. یک گپ میگویم برای خجسته مخصوص تعلق دارد. من فکر میکنم که خجسته در برابر ما مردها با این ترانه هایش در صف قوه های مسلح علاقه گویا خدمت کردگی بر این است. من مدال دارم از وزارت کارهای داخلی. آفرین تحسین. و در حقیقت ببینید سالدات ها هم عاشق شما سلامت باشن بسیار سخنان خوب باشد. اینجا سوجیده نوشتن السلام علیکم خجسته جان من دانستن میخوام درباره مادر خجسته با چه کار و فعالیت مشغول هستند و در تربیه خجسته تا چه اندازه نقش دارند گفتند. خب مادر عزیز شما؟ مادر عزیز من معلمم در دانشکده زبان ها. معلمی کدام فن؟ زبان روس و فیلولوژی روس. در تربیه من مادر من اولین جا رو خیلی زیاد سهم گذاشتن. همه همون تربیه مادر است. خب بهترین با مادر عزیز دائما سلامتی میخواهیم. الهی بخت تخت شما اون رو ببینن. و اینجا دوران شنونده از زمان دوران عبیدوف السلام علیکم از نام اهل بخارا به خجسته عزیز سپاس میگویم. من بسیار میخواهم که در این باره نیز خجسته سرود بخواند و در همین جا ثبت کند. مرحمت ما اهل بخارا خجسته رو بسیار دوست می‌داریم گفتند. خب سلام به مردم اکنون به نقشه میگیرید. حتما سلام به مردم بخارای شریف. من به بخارا رفته بودم در پیش همون قلعه نیز همون سرودی من اوریایم رو با همراه ارکستر سیمفونی سرایده بودم. سه سال پیش بود و سرودی بوی جوی مولیان رو سرایدم. خیلی باز بیگان چیز کردن در کار. در سرودی کشور خورشید هم هست در برای سمرقند و بخارا پای برجا چون سمرقند و بخارایم خالی است. همین خیلی خب اگر بکتیارها جنگ کنند و یک کس رو مغلوب کنند و به وطن برگردن البته با مدلی تیلو به وطن برمیگردن و البته افتخاری تاجیک است پرچم ملت برداشته می شود و آنها فایده می آورند. خجسته با ترانه هایش فایده رو در چی می بیند؟ یعنی که برای ملت چه هدیه کرده توانیست گفتن؟ ملت رو چی معرفی می کند؟ صنعت، سپورت. ما هم هنرمند بسیار سهم زیاد میگذارد با فرهنگی با چه گویم معرفی زیاد میکند ملت رو. من از اینکه به فکرم در قزاقستان بوده تو قرقیزستان. آخران سفر من کجا بود؟ قرقلپاقستان بودم
مضافاتی که مثلا به ازبکستان توبه بله است. بله اونجا چی بود؟ شام دوستی، کنسرت دوستی بود. از تاجیکستان من بودم، از قزاقستان، قرقیزستان و از کجا بود باز؟ از خود ازبکستان. از روسیه بود باز. همونجا کنسرت کلان بود در قرقالپاقستان. یکم بار رفتم اونجا. قرقالپاقستان بین نهایت جای دور و بین نهایت جای دور نقوص. من فکر کردم که اونا هم مثل ازبک هستند ولی فرق میکردند، کمی زیادتر شبیه مردم قزاق. در یورت در آمدید؟ در همونجا خوراک شام خوردیم، بسیار یورته های کلان همونجا بردن ما رو. همونجا بودم آخرین بار. خب بهترین انا منفیت به ملت، معرفی کردن ملت. ما بسیار میرویم معرفی میکنیم ملت رو، در دیگر دولت ها کنسرت ها میدهیم، در فستیوال ها اشتراک میکنیم، پرچم ملت رو ما نیز میبرداریم حدی که میتوانیم. سلامت باشید. دیگر شمانده از مهربانمان شاکر جان نوشتن: السلام علیکم مهربان، سراینده بهترینی که در حقیقت این دم با سخنهایش با سرودهایش ما رو شاد کرده ایستاده است، شما دعوت کردید. خجسته جانی عزیز، اینقدر سخنهایت شیرین است، شعرهای با معنی میخونی، به هر یک سرودت عاشقم، باور بکن. و هر لحظه صدای تو رو وقتی که گوش میکنم محبتم باز هم در زندگی زیاد میگردد. بسیار میخواهم که همیشه دویما گلی سری سبد محفل ها باشه. خجسته اگر توی کنم میویی، لیکن پول ندارم. تعریف من بزنیم برای چی تعریف کرده ایستون؟ انشالله آخرش عجبی بوده است. میویم همه خیلی شده گست؟ چرا نمیشود؟ من کم پیش گفتم که زندگی همش پول نیست. آره، آدمگری نیست، بسیار یک چیز ضروری است. درست، در حقیقت. و این لحظه مخصوصا از جوانی با استعدادی ما علیاری اکبر این نوبت تحفه مخصوص به خجسته میرزاولی تقدیم میگردد. خب رفته. خب خب قرصک ها دوستان عزیز دلی دیده با افتخار این لحظه های نشاط بخش از ابرز امروزه، مخصوصا از ابرز امروزه که خجسته میرزاولی داشت و در برنامه ما مهمان بود، مخصوصا یک خاطره خیلی زیبا برای شما بانوی عزیز گرامی قدرمان. خب به شما پسند آمد؟ استعداد باینده تان بسیار درخشانه. نیست نولی ویتیس. تشکر، بسیار زیبا. تا این حالت، تا این درجه وای نکردم. خب مانند شده است؟ بهتری؟ اگر که پیش مفسنم من کردم نیم خنده شما را записывать کنم. نیم خنده هم وای زگردش نمیافتاده در ابراز. هر یک شتریخو همه چی عجیب. تکنیکای کاریتون بسیار خوب. رحمت. اما ما امروز یک استعداد دیگر رو کشف کردیم و در بهترین خیلی زیبا. من باوری دارم که چندین سالها برای شما این من میمونم در یک جایی که بله پیشم دیپلمم و استاتویتکم. امروز تحفه ما برای شما اما این رسم زیبا از امروز ابرز شما است و باوری دارم که بهترین خاطرات خواهد شد. تشکر. و از نام هیئت ایجادی رادیو عجیب پلیوس بار دیگر به شما سپاس میگیم. برای علیار جان سپاس که وقت قیمتی خود را دریغ نداشته این نوبت از اسفرای بوستون قدم رنج کردن، مخصوصا به خاطر خجسته بانو. شما بهترین، زنده باشید. خب در اخیران لحظه ها سخن شما رو گوش میکنیم. سراول تشکر برای دعوت به برنامه‌تان، برای بسیار تحفه خوب. تشکر برای شما. من برار میخواهم و به تمام شنوندگان رادیو شما، به تمام مردم سربلند تاجیکم، تمام خوشی زندگی رو تمنا دارم.
ҳамеша бо радиои Азия Плюс бимонед. беҳтарин. саломат бошед ва шумо барор боз ҳам навгониҳоро аз шумо интизор мемонем. ҳамеша зебо, хандон, шукуфон чун гулҳои баҳорӣ бимонед. дӯстон, бо Азия Плюс бимонед. ҳеҷ ҷогоҳ дур наравед.